بازی از دور رفت رقابت نیمه نهایی جام حذفی اسپانیا کوپا دل ری داره برگزار میشه. گریزمان ارسال میکنه به روی دروازه، خیلی خطرناک و دروازه باز میشه. گل اول برای اتلتیکو مادرید. چه کسی هم گل میزنه، خولیان آلوارز. باور نکردنیه که دروازه بارسلونا قبل از دقیقه دوم باز شد. اتلتیکو مادرید 1-0. چقدر زود اونا شوک شدن تو این مسابقه و چیکار کرد تیم دیگو سیمئونه. حالا روند بازی قطعا میتونه متفاوت باشه. اصلا یادم نمیاد که بارسا اینقدر زود، اونم تو ورزشگاه خونگی، دروازش باز شده باشه. اما خیلی سریع دروازه بارسلونا توسط خولیان آلوارز باز شد. با هم ببینیم گریزی چه ارسالی کرد روی دروازه. این ضربه سر آفساید اصلا نبود، گل درسته. تأثیری که گذاشتن روی ارسال خوب آنتوان گریزمان اینجا بود که لنگله پاس گل رو داد. آلوارز قطع کرد، توپ از کنار دستان شزنی تبدیل به گل اول کرد.